توی تقسیم بندی جرائم ما یه جرم مطلق داریم، یه جرم مقید. جرم مطلق شما صرفا یک عمل مجرمانه انجام میدی، دیگه لازم نیست نتیجه حتما رخ بده و همین که اون عمل مجرمانه رو انجام دادی مجرمی شما و جرم انجام دادی. مثلا شهادت دروغ، همین که شهادت دروغ بدی دیگه اصلا برای ما اهمیت نداره که قاضی بهش نگاه کرده، اصلا ازش استفاده کرده، تو کاری نداریم. همین که شما شهادت دروغ دادی مجرمی، توهین کردی مجرمی، حالا یا واقعا قصد مثلا چیز داشتی، شوخی کردی، کاری نداریم اینا رو. اینا جرمایی هستن که نتیجه خاصی دیگه برای ما مد نظرمون نیست و به صورت مطلقه باید اون سه عنصر رو داشته باشه، یعنی علم و عمد باید باشه و از سمت دیگه عنصر قانونی و عنصر مادی باشن. و مثلا رشوه دادن، تخریب، اصل هم بر مطلق بودن جرم، یعنی شک کردیم جرم مطلق یا مقید میگیم مطلقه. حالا جرم مقید چیه؟ جرمیه که شما فقط یه عمل مجرمانه انجام بدی کافی نیست، باید یه نتیجه خاصی هم رخ بده. توی بحث جرم مقید اختلاف نظر خیلی زیاده. بعضیا مثلا سرقت، قتل اینها رو میگن مقیده و نتیجه خاصی باید رخ بده. مثلا توی قتل همین که اون فرد جونش رو از دست بده مثلا این نتیجه اینو میدونن، ولی بعضی این شکلی نمیگن. من اون مثال هایی که خیلی مشهورم و هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست رو میزنم. اولیش افتراء عملیه. توی افتراء عملی که موضوع ماده 699 تعزیرات هستش، شما مثلا کسی میاد توی ماشینت مواد مخدر میذاره، شما میری به سلامت میرسی خونت، انگار نه انگار، اصلا کسی باهات کاری نداره، بعدا میاد برمیده و خواسته شما مثلا توی دام بیفت، ولی شما توی دام نیافتید، رفتید رسید به خونتون. ولی اگر شما مواد مخدر اون فرد بذاره تو ماشینتون، برید جلوتر پلیس بگیرتتون و شما تعقیب قضایی بشید، این تعقیب قضایی رو دقت کنید، این تعقیب قضایی نتیجه است. اگر این تعقیب قضایی نتیجهش رخ بده و اتفاق بیفته اون رفتار هم باشه، اینجا جرم مقید رخ میده. یا مثلا توی توهین در قالب قصد هم همین شکلیه که موضوع ماده 252 قانون مجازات هستش. امیدوارم موفق باشید. خدا نگهدار.